خبر اعدام محسن شکاری احساسی توأمن از درد و خشم رو در من زنده کرد. دردی که با هر اعدامی تازه میشه و خشمی که با قوت بیشتر به طرف رژیم سرکوب و اعدام جمهوری اسلامی نشونه میره. در شرایطی هستیم که انقلاب زن، زندگی، آزادی در خیابانهای ایران، در دانشگاه و مدرسه، در کارخانه ادامه داره و زنان و مردان بسیاری در شکنجهگاه‌های ایران در خطر اعدام به سر میبرند. آماری بیش از 18,000 نفر موجوده که دستگیر شدند، در حالی که نام بسیاری از اونها رو نمیدونیم. علیه تعدادی از زندانیان سیاسی برای اینکه این انقلاب رو سرکوب بکنن و تخم ترس و وحشت رو در میان مردم بپاشونن صادر شده. اعدام محسن شکاری هم در این راستا بود و همچنین اعدام 3 برادر بلوچ به نامهای جمعه ناصر و انوشیروان عمرزهی که در 5 روز قبل از اعدام محسن شکاری در واقع اعدام شده بودند. متاسفانه انعکاسی در ایران پیدا نکرده بود. بنابراین خطر اعدام رو جدی بگیریم، برای اینکه رژیم امروز بیش از همیشه در نقطه ضعف قرار داره و برای حفظ بقای خودش حاضر به هر کاری هست. شعار زندانی سیاسی همیشه در تاریخ 100 ساله اخیر ایران یکی از مطالبات مبرم ادامه جنبش و انقلاب در ایران بوده و امروز بیش از همه این ضرورت داره و امروز لازمه که این شعار آزادی زندانی سیاسی رو مثل مقطع قیام 57 به شعار عمومی و سراسری تبدیل بکنیم. این شعار باید جای ویژه‌ای در مبارزات ما، در خیابان، در کوچه، مدرسه، دانشگاه و کارخانه پیدا بکنه و باید که هشدار بدیم که رژیم در شرایطیه که برای حفظ بقای خودش دست به اعدام خواهد زد. بنابراین از تمام اذهان عمومی دنیا، از همه نهادهای مترقی جهان، از همه اتحادیه‌های مترقی جهان بخواهیم که با ما همراه بشن و این شعار آزادی زندانیان سیاسی و لغو احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی رو به یکی از برنامه‌های مبارزه خودشون تبدیل بکنند. ما اعدام‌های گسترده دهه 60 رو فراموش نمی‌کنیم. ما کشتار آبان خیزش آبان 98 رو فراموش نمی کنیم. خطر اعدامی که همچنان بر بالای سر کسانی که در خیزش آبان هنوز حضور داره، خطر اعدامی که هنوز وجود داره و هنوز امکان اعدام اونها هم هست. بنابراین با تمام قوا برای مقابله با اعدام زندانیان سیاسی و برای آزادی زندانیان سیاسی تلاش بکنیم. زندانیان سیاسی به مثابه ضامنها و تضمین ادامه کاری جنبش و انقلاب ما هستند و در ضمن ابزاری هستند برای از طرف رژیم حاکم بر ایران تا صدای انقلاب رو خفه بکنه. بنابراین در خیابان بمانیم و برای آزادی اونها تلاش بکنیم.